جمهوری اسلامی افغانستان همسایه نزدیکترین ما، کشور دوست، همزبان و همفرهنگ ما می باشد. بنابراین ما با سرنوشت مردم آن بی تفاوت نیستیم. محض از همین لحاظ من ده‌ها مراتبه از منبر با نفوذترین سازمان‌های بین المللی و منطقوی مسئله حل مشکلات افغانستان را به میان گذاشتم. حالا بار دیگر تاکید می سازم که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و مشکلات این کشور باید با راه‌های مصالحت آمیز و آسایشته حل فصل کرده شود.